درود بر همه عزیزان جان در کانال سیمرغ اکادمی. در معنی نخست پیام خوشایندی رو خدمتتون عرض کنم و از شما خواهش کنم دوستانتون رو به این کانال و بازدید اون دعوت کنید تا من به زودی چارچوبه‌های درس گفتارهای جدید خود رو مشخص و با عناوین گوناگون اونها رو در اینجا چه به صورت پادکست یا برنامه‌های ضبط شده نیم ساعته در باب دروسی مثل مبانی علم سیاست، مبانی آینده پژوهی، مبانی روابط بین الملل و همچنین بعداً درس‌های تخصصی در این زمینه‌ها رو با جهتگیری‌های آینده اندیشانه و شیوه بیانی و تدریسی خود خواهم داشت. به زودی اطلاعیه‌های این معنا خواهد بود و اگر به این کانال بپیوندید چارچوب‌های علمی رو دنبال خواهیم کرد. از اینکه کانال رو به دوستانتون معرفی میکنید، سابسکرایب میکنید، ما رو میبینید و یا میشنوید فعلا بیشتر، به جد سپاسگزارم. پس درود من رو بپذیرید و در ادامه بحث هایی که در باب حالا چه بشود داشتم، در این بخش به آینده به عنوان میدان تجلی معنا و تکوین هستی با توجه به سؤال اصلی حالا چه بشود توجه خواهم کرد. من در این گفتار میخواهم به آینده نگاه کنم، نه آینده‌ای که فقط زمان بعدی باشد، بلکه آینده‌ای که میدان تجلی معنا و تعریف ما از آینده بر اساس رؤیاها، هنجارها، ارزشها یا مفاهیم دیگری است که میدان تکوین هستی ما را موجودیتی جدید در آینده میبخشد و به تبع آن جایگاهی که در آن انسان خودش را دوباره میسازد. بگذارید آهسته وارد بحث شویم، گام به گام. آینده برای انسان تنها یک فصل نیست. آینده ساحت تجلی من و شما و ما در میدان فصول گوناگونی است که از پس این زمانه در زمان رخ نشان می‌دهد. آینده جایی است که بودن خاموش تبدیل می‌شود به بودن با معنا. انسان با آگاهیش به هستی اجازه می‌دهد که سخن بگوید. این بودن خاموش ما وقتی به بودن با معنا تبدیل می‌شود، بر دوش آگاهی و خردمندی ما می‌نشیند، به هستی اجازه می‌دهد که سخن بگوید و ما را در آینده به نمایش بگذارد. و این نقطه آغاز گفتگوی بزرگ معنا با جهان است. لذا آینده را میتوان از این جهت با این دیدگاه، با این واژگان جایگاه معنا دانست. انسان تنها موجودی است که هم میداند هست و هم میپرسد چرا هست. این نکته که میگویند حالا چه بشود در این فراز و نشیب ها خود را نشان میدهد. او میداند که هست، آدمی منظور است، و هم میپرسد چرا هستم. و همین پرسش زاده، همین سادگی در ارائه این پرسش، همین چرا او را از زیست طبیعی جدا می کند و به سوی زیست آینده مند پرتاب می کند. ما در اکنون زندگی نمی کنیم. ما در پروژه آینده زندگی می کنیم. آینده را می سازیم و در همان ساختن معنا متولد می شویم. تولد و باز تولید تولد در آینده زمان، نه زمان آینده صورت می‌پذیرد. زمان یک پیوستاری است که زمانه را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب زمان گذشته، زمان حال و زمان آینده شایسته است که به عنوان آینده زمان، حال زمان و گذشته زمان بیاید. ما می‌توانیم این زمانه آینده را بسازیم، برافرازیم و معانی خود را
بر آینده زمان چیره نماییم. در واقع معنا همیشه در راه است، در حرکت به سوی آن چیزی که هنوز نشده ایم و با ممارست و پای گذاشتن در این مسیر و ساختن آن میدان به آنجا مهاجرت میکنیم. اینجا پرسشی پیش می آید: چرا معنا به آینده نیاز دارد؟ معنا در گذشته نمیماند. گذشته همیشه بسته است، قفل شده، تمام شده و بی امکان تغییر. آیا گذشته زندان آینده خواهد شد؟ آیا معنا در این زندان در بند قرار خواهد گرفت؟ اما آینده همان جایی است که معنا نفس میکشد. اینجاست که میتوانی بگویی آنچه هستم الزاماً آنچه خواهم بود نیست. دقت کنیم، آنچه هستم الزاماً آنچه خواهم بود نیست. پس معنا برای زنده بودن نیازمند آینده است. آینده برای معنا همان کاری را میکند که اکسیژن برای جسم. بدون آینده معنا میمیرد، واژه نمیشکفد، حیات دوباره زندگی جدیدی نمیپذیرد. حالا چرا هستی به معنا نیاز دارد؟ پرسش قبلی این بود چرا معنا به آینده نیاز دارد. اکنون میگوییم حالا چرا هستی به معنا نیاز دارد. اگر هستی را بدون معنا ببینیم، جهان چیزی نیست جز یک حرکت مکانیکی کور. اما انسان جهان را معنا می کند. آدمی جهان را از خاموشی بیرون می آورد. هستی در آینه یا آدمی خودش را می بیند و این آینه یا بهتر است بگوییم و این آینه نه در گذشته شکل می گیرد، نه در اکنون، بلکه در آینده. به همین دلیل می گوییم هستی بدون آدمی ناقص است، نه در مقام ارزش بلکه در مقام آگاهی. بدین ترتیب آینده میدان تکوین بودن است. وقتی از آینده حرف میزنم، آن آینده‌ای منظور است که زمان بعدی نیست. به عبارتی از زمان بعدی حرف نمیزنم، از میدان تکوین حرف میزنم، از کارگاهی که در آن معنا به هستی میرسد و هستی به فهم و فهم به ادراک و هر سه اینها یعنی معنا، فهم، ادراک دانایی برمیسازند و با دانایی و به تکیه بر دانایی شما میتوانید آفرینشگر بشوید، آن هم آفرینشگر آینده زمان. حکیمی شوید که در زمین در استیلای زمانه قرار نمیگیرد، در زمان نیست بر زمان قرار میگیرد، چیره میشود بر ساخت و پرداخت آینده. بدین ترتیب در آینده است که میسازیم، مینویسیم، تصمیم میگیریم و جهان پس از این کنش ها دیگر همان جهان قبلی نیست. آدمی آینده زیست یا انسان آینده زیست نه فرزند گذشته بلکه والد آینده است. آینده رو میسازد. آنچه که ما در حال انجام میدیم سازنده چیه؟ آینده ماست. پس اینجا نسبت انسان یا آدمی و آینده مشخص می شود. انسانی که در گذشته گرفتار است آرشی و هستی است، اما انسانی که رو به آینده می ایستد به کارخانه هستی تبدیل می شود. ما از وجود عبور می کنیم و به موجد بودن می رسیم. آفرینشگر می شویم. از بودن به آفرینش، از زیستن به ساختن. انسان پروژه‌ای بسته نیست، انسان پروژه‌ای گشوده است که تنها در آینده کامل می شود. اینجاست که نقطه اتصال معنا و هستی آرام آرام خود را به نمایش می گذارد. معنا در ذهن آغاز می شود، اما در رفتار و کنش انسانی به هستی و محیط تجلی راه می یابد.
وقتی کار میکنیم که جهان را حتی ذره ای تغییر دهد، جهان بعد از ما همان جهان سابق نیست. ما توانستیم به اندازه حتی ذره ای تغییر ایجاد کنیم. در همین نقطه معنا هستی می شود و هستی معنا. چنین پیوندی فقط در آینده رخ می دهد. آینده نقطه لمس این دو ساعت است. از این رو گفته هایم را طولانی تر نکنم و جمع‌بندی این قسمت از حالا چه بشود را تقدیم حضورتان کنم. اگر بخواهم همه اینها را در یک جمله بگذارم، میگویم آینده میدان، نمیخواهم بگویم مقدس، ولی مقدس به معنای الوهیتش نه، به معنای جایگاهش. آینده میدان مقدس تلاقی معنا و هستی است. آدمی در این میدان از یک موجود زیستی ساده به موجودی معناآفرین، هستی ساز و آینده پرداز تبدیل می شود. آینده زیستی به ما میگوید زنده بودن کافی نیست، زندگی کردن کافی نیست، حتی معنا آفریدن کافی نیست. کافی آن است که معنا را وارد هستی کنیم و هستی را با آن معنا تفسیر کنیم. در این نقطه آدمی نه فقط بخشی از جهان، بلکه بخشی از خود آگاهی جهان می شود و این والاترین معنای زیستن است. باز هم سپاس میگویم که ما را دنبال میکنید، عرایض من رو میشنوید و به طبع امید آن دارم که اینها بتواند زمینه ساز شروع دیدگاه‌هایی و درس گفتارهایی در قالب دانشگاه بزرگ یوتیوب شود. سپاسگزارم. باز هم از شما خواهش میکنم ما را دنبال کنید، به دوستانتون معرفی کنید. همراهی شما برای ما بسیار زیبنده و سازنده خواهد بود. کامنت های شما، بازدیدهای شما، لایک های شما، همه اینها برای ما ارزشمند است و مجموعه ادمین های من بارها به من گفتن که اینها رو خدمتتون منتقل کنم و گاه من فراموش میکنم و از این جهت آنها رو هم اندکی ذهنشون رو مکدر میسازم. باز هم تمنای من را فراموش نکنید. خدای ایران زمین یار و یاورتان باشد، پاینده ایران، و امید دارم هر جا که هستید پرنشاط‌ترین و بهترین زندگی ها را داشته باشید.